این دین پاک پیروانش را همیشه بر کرم و سخاوت نفس امر می کند، تشویق می کند. صدقه فطر میان دو قشر مهم جامعه، بایها و کمبغلان، حس دوستی، حس غمخواری، حسی در فکر یکدیگر بودن به وجود می آید. صدقه فطر واجب از واجبات دین است که بر هر شخص واجب است آن را از خود و از هر فرد عائله خود و از هر شخصی که بر ذمه او هستند تأمین نفقه آنان بر عهده اوست باید پرداخت کنند. به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم تماشاگران عزیز و گرامی. چند از دوستان چه در عالم مجازی و چه در عالم واقعی درخواست از این کردند که اطراف احکام صدقه فطر که این شب و روز وقت ادای این عبادت است چند حرفه گفته شود. بنابراین این لحظه ها اطراف این عبادت و احکام آن چند حرفه خواهیم گفت. دوستان عزیز و ارجمند، پیش از این که به بیان احکام این عبادت پردازیم باید دانیم که دین اسلام دین رحمت و شفقت، دین دلسوزی و غمخواری، دینی است که یاری رسانی به محتاجان و بینوایان را از بزرگترین عبادت ها عنوان کرده است. اینچنین این دین پاک پیروانش را همیشه بر کرم و سخاوت نفس امر می کند، تشویق می کند و از بخل و خسیسی باز می دارد و بخل و خسیسی را از صفت منافقان عنوان می کند. از این است که خداوند عزوجل بندگانش را در پایان ماه مبارک رمضان چون عبادت بزرگ بدنی عبادت روزه را ادا می کنند آنان را به عبادت دیگری مالی که عبادت روزه را جبران کننده است، نقصان و کمبودی های روزه را می پوشاند، جبران می کند امر کرده است. این عبادت مالی که جبران کننده عبادت روزه است صدقه فطر و یا زکات فطر و یا زکات رمضان نام دارد. البته صدقه فطر این عبادت مالی مثل هر عبادت دیگری در اسلام در خود مرام و مقصدهای والای بزرگی دارد. با پرداخت شدن صدقه فطر میان دو قشر مهم جامعه، بایها و کمبغلان، حس دوستی، حس غمخواری، حسی در فکر یکدیگر بودن به وجود می آید. صدقه فطر بر شخص ادا کننده و اینچنین بر شخص پذیرنده فایده های روانی زیاده، اینچنین بر جامعه فایده های جمعیتی و اقتصادی و اخلاقی تربیوی زیادی دارد. خداوند عزوجل خواسته روزه‌داران با ادا کردن این عبادت روزه‌داری، با تحمل این گرسنگی و تشنگی از درد و سختی و مشقت بینوایان در خود احساس کنند. حس غمخواری نسبت بینوایان در روزه‌داران پیدا شود و در آخر این ماه دست کمک به بینوایان دراز نمایند. البته شخص چون زکات مال خود را پرداخت می کند و صدقه فطر می دهد، این شخص در نظر جامعه در چشم بینوایان و محتاجان یک شخص مالدار، حریصی، بخیلی، سودجو نیست که حریص بر جمع مال باشد و در فکر دیگران نباشد، بلکه بعد ادا کردن این عبادت های جمعیتی و مالی یک شخص نیکوکار، غمخوار، مشفق به اطرافیان معرفی می شود، شناخته می شود. علاوه بر این مقصدهای والا و مرامهای بزرگی که صدقه فطر در خود دارد، مقصدهای انسانی، تربیوی، جمعیتی و اخلاقی، اینچنین مهمترین مقصد آن پاکسازی روزه‌دار و جبران کردن روزه او از نقصان و کمبودی هاست. این مقصد مهم از مقصدهای والای صدقه فطر در حدیث آشکار بیان گشته. حدیثی که امام ابو داود و امام ابن ماجه روایت کردند از عبدالله ابن عباس که فرموده فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم صدقه الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگوید فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم صدقه فطر را برای پاکسازی روزه‌دار از بیهودگی و بدسخنی و اینچنین برای فراهم گشتن غذا برای محتاجان و بینوایان واجب گردانیدند. هر که آن را پیش از نماز پرداخت کند صدقه فطر مقبول خواهد بود و هر کسی آن را بعد نماز ادا کند صدقه عادی از صدقات است. بله دوستان عزیز، از این حدیث برمی آید که صدقه فطر واجب از واجبات دین است که بر هر شخص
واجب است آن را از خود و از هر فرد عائله خود و از هر شخصی که بر ذمه او هستند تأمین نفقه آنان بر عهده اوست باید پرداخت کند. امام بخاری از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت کرده که ایشان گفتند فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. عبدالله ابن عمر میگوید فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم زکات فطر را بر برده و شخص آزاد، بر مرد و زن، بر خرد و بزرگ، بر همه مسلمانان فرض گردانید. امر نمودند تا پیش از اینکه مردم به نمازگاه نماز عید برآیند ادا کرده شود. آیا صدقه فطر بر همه مسلمانان صرف نظر از اینکه چه مقدار دارایی دارد فرض است و یا اینکه باید شخص دارای نصاب باشد بعد فرض می‌گردد؟ در این مسئله مکتب‌های فقهی به دو نظرند و پیش از اینکه این دو نظر بیان گردد بهتر است که مسئله نصاب را توضیح دهیم که نصاب چیست تا زمینه شود برای فهمیدن حکم فرضیت صدقه فطر. فقهان نصاب را سه نوع میگویند. نصاب یعنی مقدار معین مال که شریعت آن را تعیین کرده، مقدار آن را معین کرده و به آن مقدار احکام فقهی زیاده وابستگی دارد. میگویند سه نوع نصاب است. نصابی که با داشتن آن شخص نمیتواند چیزی از کسی پرسد، به تعبیر دیگر طلبیدن برای او حرام میگردد. این نصاب مقدارش داشتن غذای یک روزه است. انسان همون روزه غذای خود را داشته باشد دیگر برای او حلال نیست از کسی چیزی بپرسد. دوم نوع نصاب همان نصابی است، همان مقدار مبلغی است که شخص اگر آن را داشته باشد 4 حکم شرعی برایش مقرر می‌گردد. اول اینکه پذیرفتن زکات و صدقه فطر برایش منع می‌شود، نمی‌تواند زکات گیرد، صدقه فطر گیرد. قربانی کردن برایش واجب می‌شود، صدقه فطر دادن برایش واجب می‌شود. تأمین نفقه خویشاوندان نزدیکش که بی‌نوا و بی‌کسب باشند برایش واجب می‌شود. آن مقدار آن نصاب اما نصاب زکات است، البته که امسال در کشور 35,000 سومانی مقرر کرده شد و یا 85 گرم طلا و یا قیمتی نرخ همین مقدار طلا را داشته باشد، اگرچند این پولش این مبلغش 1 سال عمر هم نبیند یا اشیای از نیازش زیادتی داشته باشد از قبیل ماشین و خانه ها و هر چیز دیگر، اگرچند که در آن اشیا نیت تجارت هم نکند. ولی فرق این نصاب از نصاب زکات معروف همین است که اگر شخص همین مقدار مبلغ را داشته باشد شرط نیست که 1 سال پول او عمر ببیند و یا این اشیایی که از نیازش بیرون است قصد تجارت داشته باشد. نه، شرط نیست. همین که این مبلغ را داشته باشد و یا اشیای از نیازش بیرون داشته باشد و مقصد تجارت هم نباشد، البته این 4 حکم فقهی برایش ثابت می شود. بازم تکرار می کنیم که زکات و صدقه فطر را گرفته نمی تواند و قربانی برایش واجب می شود، صدقه فطر دادن برایش واجب می شود و نفقه خویشاوندان نزدیکش که بی‌نوا و بی‌کسب باشند واجب می گردد. زکات فرض می شود برای او. بله نصاب سوم که زکات فرض می شود همین مقدار پول را داشته باشد و 1 سال این پول در دست او عمر ببیند. اگر چنین باشد این علاقه برایش زکات فرض می گردد. این مبلغ در اول سال و در آخر سال شرطش این که پره باشد. در میان سال اگر کم شود و دوباره پره شود زیانی ندارد، زکات فرض است. در آغاز مثلا در آغاز سال 35,000 سومان داشت، در میانه سال این پولش کم شد اما در آخر سال باز پولش این مبلغش پره شد، باید که از این مبلغ زکات مال دهد که از این مقدار 2.5 فایزش را باید پرداخت کنند. سوالی که مطرح می شود صدقه فطر چه مقدار است و چه مبلغ باید داده شود؟ البته آنچه که در احادیث آمده، پیامبر صلی الله علیه و سلم صدقه فطر را برای آن مردم آن دوران از طعام‌های معمولی همان زمان که 1 صاع خرما دهد، 1 صاع جو دهد، 1 صاع مویز دهد گفته بیان کردند. در بعضی لفظ‌های حدیث نیم صاع گندم نیز آمده، چون که قیمت گندم، نرخ گندم در آن زمان بیشتر از نرخ خرما بود.
بنابراین از این چیزها میدهد و یا نرخ این را، پول این را به فقیر میدهد. یک سا یعنی یک پیمانه. اون پیمانه چه مقدار است؟ مکتب‌های فقهی در معین کردن وزن پیمانه نیز گوناگون نظرن. اون چه که در سرچشمه‌های فقهی حنفی آمده، پیمانه برابر با 3 کیلوگرم و 800 گرم برابر است. پس شخص روزدار می‌بیند سر هر فرد عائله خود از این چیزها، از این غذاها انتخاب می‌کند وابسته به امکانات مالی خودش. اگر گندم و یا آرد گندم می‌دهد، نیم پیمانه آمده، و اگر خرما و یا مویز می‌دهد، یک پیمانه آمده، چون که قیمت نرخ گندم و آرد گندم آن زمان بالاتر از این خرما و مویز و این چیزها بود. این چیزها را می‌دهد و یا نرخ اینها را، البته پولی مبلغ این چیزها را حساب کرده به فقیر می‌دهد. فقها میگویند اگر ضمانت تنجی و آسودگی باشد که فقیر پول را تواند استفاده کند، البته پول بهتر است دادن، چون که شاید که به لباس نیاز دارد شخص محتاج، شاید به هر چیز دیگری. و اگر چنان حالت باشد که پول چندان به درد نمیخورد، بهتر است از این غذاها دهد تا سیر کند و طعام پزد. اینجا چند مسئله است که به زکات رمضان یعنی به صدقه فطر تعلق دارد، جا دارد بیان کرده شود. اول اینکه صدقه فطر به هر کسی که به رمضان میرسد واجب میگردد. یعنی صرف نظر که آن شخص روزه میگیرد و یا نمیگیرد، روزش را با عذر بیماری و یا سفر میخورد و یا بدون عذر روزه نمیگیرد، به او مثل روزه‌داران صدقه فطر واجب است، باید پرداخت کند. این مسئله که شایسته از قید شود این است که تنها مذهب حنفی است که برای واجب شدن صدقه فطر داشتن نصاب را شرط می‌داند. تا شخص صاحب نصاب نباشد صدقه فطر برایش واجب نیست میگوید. اما بقیه مکتب‌های فقهی به این نظرند که شخص همان روزه و روز عید غذای خودش را و غذای خانواده‌اش را داشته باشد، صدقه فطر برایش واجب است. صدقه فطر از سر هر فرد خانواده، حتی از طفلان نابالغ نیز واجب است. بنابراین بر پدر واجب است که از هر فرد عائله خود صدقه فطر حساب کرده به فقیر و بینوایان پرداخت کنند. اگر طفل فرزند صاحب مال باشد، شخصی برای او هدیه کرده باشد و یا از کسی میراث برده باشد، صدقه فطر در مال خود آن طفل واجب می شود. پدرش یا بابای او از مال طفل باید پرداخت کند. مسئله دیگری که شایسته دانستن است این است که فقها میگویند واختیر ان الجد کالاب عند فقده او فقره، یعنی بابا جایگزین پدر می شود هنگامی که پدر فقیر باشد و یا در قید حیات نباشد. و عباره دیگر بابا وظیفه دار است که صدقه فطر نبیره های پسری خود را ادا کند اگر پدری آن نبیره ها فقیر باشد و یا در قید حیات نباشد. مسئله دیگر این که مصرف صدقه فطر همون مصرف زکات است، یعنی همون شخصانی که به آنها باید زکات داده شود و اگر به غیر آنها داده شود زکات ادا نمی‌یابد، صدقه فطر نیز در این مسئله همین حکم را دارد. به همون شخص فقیر و یا مسکین و یا قرضدار، همون شخصانی که مصرف زکات هستند و زکات دهنده حتما به آنها باید دهد، به کسی دیگر دهد. اگر زکاتش ادا نمی‌یابد صدقه فطر نیز باید به آن مصرف های زکات صرف شود، البته با نیت صدقه فطر، البته نیت نیز شرط است. بنابراین شخص نمیتواند به پدر و مادر یا بابا و بیبی خود صدقه فطر دهد، اما گونه که زکات نیز داده نمیتواند به اینها، یا به فرزندان خود و یا نبیرگان خود، بلی به برادر و خواهر و خاله و عمه و عمک و تقا و اینها میتواند زکات دهد و صدقه فطر دهد، البته به این شرط که اگر صاحب نصاب نباشند، اگر فقیر و مسکین باشند، بلکه بهتر است به اینها زکات و صدقه فطر دهد تا هم اجر زکات و صدقه فطر به دست آورد و هم اجر صله رحم، پیوند خویشی. وقتی واجب شدن صدقه فطر دمیدن صبح روز عید است. همین که صبح روز عید دمید واجب می شود. اما این عبادت از جمله عبادت هایی است که شریعت آن را پیش از وقتش ادا کردنش را رخصت داده، اجازت داده. بنابراین میتواند شخص 2-3 روز قبل از عید و یا در 10 روز اخیر رمضان صدقه فطرش را دهد، بلکه فقها میگن خوب است، مستحب است که پیشتر دهد تا فقیر با آن مبلغ آمادگی عید ببیند، سر و لباس خرد، غذای
عیدانه خریداری کند و با دیگر مردم جامعه اون از روز عید خوشحال باشد. مسئله دیگر این که شخص تا نماز عید اگر صدقه فطرش را ادا نکند عمل مکروه کرده. این کار مکروه است، کار ناخوش است. اما با وجود این صدقه فطر از ذمه او ساقط نمی گردد. بعد عید نیز باید این عبادت مالی را ادا کند و امید قبول طاعت و عبادت های رمضانی موفق و سربلند باشید.